سلامی دوباره خدمت همه شما عزیزان به کانال دکتر کتیا خوش اومدید. با یک ویدیو آموزشی دیگه از نرم افزار کتیا در خدمتتونم. امروز قصد داریم با هم دیگه تو این ویدیو یک لامپ کم مصرف رو در محیط جنراتیو شیپ دیزاین کتیا مدل سازی کنیم. پس تا پایان ویدیو با من همراه باشید و یادتون نره ویدیو رو لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. بریم خیلی سریع وارد نرم افزار شیم و کار مدل سازیمون رو شروع کنیم. از دسترسی سریع محیط طراحی سطور رو انتخاب میکنیم. تیک گزینه اول روشن و پیام رو تایید میکنیم. صفحه کف کار یا ایکس رو انتخاب میکنیم و وارد محیط دو بعدی میشیم. با استفاده از ابزار دایره یک دایره به مرکز 0 و 0 و با قطر 50 رسم میکنیم. از محیط دو بعدی خارج میشیم. از جعبه ابزار وایر فریم زیر مجموعه زیر منوی ابزار پوینت ابزار دوم رو فعال میکنیم. تعداد رو 2 تا میدیم و کرو رو این اسکچی که کشیدیم تعریف میکنیم. 2 تا نقطه روی محیط دایره برای ما ایجاد میکنه. این 2 تا نقطه به ما کمک میکنه که اون حالت پیچدار لامپ کم مصرف رو ایجاد کنیم. ابزار هلیکس رو فعال میکنیم. روی حالت های اند پیچ میذاریم و نقطه اول رو انتخاب میکنیم. پیچ یا گامش رو میدیم 25 و ارتفاع رو میدیم 40. فقط مونده اینجا الان اکسیس رو معرفی کنیم تا برای ما فنر رو ایجاد کنه. در راستای محور Z و تایید میکنیم. یک بار دیگه باز ابزار رو فعال میکنیم. این بار اون یکی نقطه رو انتخاب میکنیم. دوباره روی حالت های اند پیچ 25 و اندازه 40 رو بهش میدیم. اکسیس رو Z معرفی میکنیم و بعد اوکی میکنیم. این بخش بالایی رو برای ما ایجاد کرد. فقط مونده این دو تا قسمت رو به هم وصل کنیم. از جعبه ابزار وایر فریم زیر منوی ابزار دایره ابزار سوم کانکت کرو رو فعال میکنیم. 2 تا نقطه رو انتخاب میکنیم تا برامون به هم وصل کنه. تو این حالت که شکستگی نداره و حالت تنجنسی یا مماسی بین این کرو و کرو جدید برقراره، ولی تو این حالت شکستگی و تیز داره. پس میایم حالت دوم رو ریورس دایرکشنش رو ریورس میکنیم و برعکس میکنیم. تایید میکنیم. این قسمت هم درست شد. فقط مونده قسمت پایینی لامپ، یعنی این 2 تا قسمت باید ایجاد بشه. کاری که انجام میدیم میایم با استفاده از ابزار پوینت در جعبه ابزار وایر فریم 2 تا نقطه ایجاد میکنیم. نقطه اول به مختصات x 15 و z منفی 15. نقطه دوم همون مختصات فقط 15x هم منفی میکنیم. تایید میکنیم. الان 2 تا نقطه برای ما به حالت متقارن نسبت به این صفحه عمودی ایجاد کرده. کاری که انجام میدیم ابزار لاین رو فعال میکنیم. نقطه رو انتخاب میکنیم. روی حالت پوینت دایرکشن میذاریم و میایم اندازه 50 رو براش در راستای Z ایجاد میکنیم. ریورس میزنیم بیاد بیفته پایین نقطه. برای این یکی همینطور دوباره مجددا میزنیم. روی حالت پوینت دایرکشن قرار میدیم 5 تا و دایرکشنش رو Z معرفی میکنیم و ریورسش میکنیم و بعد تایید میکنیم. دوباره مجددا از جعبه ابزار وایر فریم ابزار کانکت کرو رو فعال میکنیم. پوینت اول کرو اول، پوینت دوم کرو دوم تا اینا با هم اتصالشون برقرار شه. پوینت اول این نقطه اومد کرو رو برامون این دایره کف انتخاب کرد. اشتباه. روی این قسمت کلیک میکنیم، انتخابش میکنیم، کرو رو بهش شناسایی میکنیم. تو این قسمت پوینت دوم و برای کروش هم این قسمت رو انتخاب میکنیم. خب همش بعد ایجاد شده، یعنی همش توش شکستگیه. حالت دوم که 100% باید ریورس بشه، اون حالت هم باز شکستگی داره، باز ریورس میکنیم. میریم برای قسمت دوممون. دوباره مجددا کانکت کرو رو میزنیم. این نقطه دوباره اسکچش رو تغییر میدیم این منحنی و این نقطه و این منحنی. دوباره مجددا میبینیم که مشکل داره. میایم دوتاش رو ریورس میکنیم و بعد
تایید میکنیم. کاری که باید انجام بدیم، میایم تمام این منحنی رو به غیر از این قسمت میایم چیکار میکنیم؟ میایم جوین میکنیم تا یک پارچه بشه. از جعبه ابزار اپریشن ابزار اول جوین رو میزنیم. این قسمت، این کرو، یعنی دو تا هلیکس داشتیم، دو تا فنر، یه دونه کرو، یک کرو این پایین، یک کرو این پایین، قسمت لاین پایینی و این قسمت لاین و بعد اوکی میکنیم. الان همش یکی شد. کاری که انجام میدیم، از جعبه ابزار وایر فریم ابزار پلین رو انتخاب میکنیم. منحنی انتخاب، یک نقطه رو انتخاب میکنیم. برای ما تو اون نقطه یک پلین ایجاد میکنه. از جعبه ابزار وایر فریم، امروز همش با جعبه ابزار وایر فریم کار داشتیم. سیرکل رو انتخاب میکنیم، نقطه رو انتخاب میکنیم، ساپورتش رو این صفحه معرفی میکنیم، یک دایره کامل با شعاع 5 میکشیم. میریم ابزار سویپ رو از جعبه ابزار سرفیسز انتخاب میکنیم، پروفایل رو بهش معرفی میکنیم و بعد منحنی راهنما رو و بعد اوکی میکنیم. برامون این قسمت بالایی رو ایجاد کرد. خب حالا کاری که باید بکنیم، همین قسمت باید بریم این قسمت دایره ای رو که هاید کردیم دوباره شو کنیم. زود بود هاید کردنش. میایم دایره رو انتخاب میکنیم، ابزار پروجکشن رو از جعبه ابزار وایر فریم میزنیم. ساپورت داره، دوباره باید براش یک صفحه رو به عنوان ساپورت یک سطر رو انتخاب کنیم. صفحه این یا پلین یا صفحه رو که ایجاد کردیم به عنوان ساپورت براش انتخاب میکنیم. این دایره همینجا افتاد دیگه، الان دیگه فکر نمی‌کنم واقعا نیازش داشته باشیم. هایدش میکنیم. این دایره‌ای که کشیدیم رو میایم با استفاده از ابزار فیل پر میکنیم. خب دایره رو انتخاب میکنیم، با استفاده از ابزار اکسترود فقط ریورسش میکنیم به اندازه 30 تا اضافهش کردیم. خب حالا کاری که باید بکنیم اینه که یکی از صفحات عمودی رو انتخاب میکنم، وارد محیط دو بعدی میشم. این خط و این خط رو میام پروژکت میکنم، با استفاده از دو تا اکسیس اینا رو به هم میچسبونم. حالا میام با استفاده از ابزار 3 point arc، ولی اون ابزار ببینید دو تا داریم، یه دونه هست که با نقطه پایانی تموم میشه، یکی با نقطه میانی. نقطه پایانی رو انتخاب میکنم 3 point arc و کاری که باید بکنم این رو با این قسمت تنجنسی میذارم. برای این بر هم باز یه دونه قید تنجنسی میذارم، یه دونه اکسیس اینجا میکشم، میام اضافه شکل رو هرچی هست با استفاده از کویک تریم یا پاکون پاک میکنم. اینو پاک میکنیم، اینم پاک میکنیم و اون اکسیس هم که مهم نیست. ابزار رو غیر فعال میکنم، از محیط دو بعدی خارج میشم. زیر مجموعه جعبه ابزار سرفیسز، زیر منوی اکسترود ریوالو انتخاب میکنم، به اندازه 360 تا دورانش میدم. قسمت پایینیش هم کامل شد. حالا با استفاده از این لاینی که اینجا بود، الان من اگه پیداش کنم خیلی خوبه، این بره. با استفاده از این لاین میایم چیکار میکنیم؟ یه دونه اکسیس اینجا ایجاد میکنیم.
تایید میکنم. حالا کافیه که ابزار سیرکل رو فعال کنیم و سنتر رو این نقطه بگیریم، ساپورت رو این صفحه معرفی کنیم و یک دایره به شعاع 12.5 رسم کنیم. ابزار اکسترود رو فعال میکنیم، دایره که کشیدیم رو انتخاب میکنیم، میایم روی ریولوشن بود ریوالو، میایم اکسترود اسکچ انتخاب به اندازه 30 تا و 15 تا و اوکی میکنیم. خب الان این دوتا داخل همدیگه رفتن. باید با استفاده از ابزار اسپلیت یا حالا تریم، فرقی نمیکنه، این دوتا رو از هم جدا کنیم. یه بار المانی که میخواد برش بخوره رو این ریوالوه در نظر میگیریم و این توش این وسط با استفاده از این اکستروده برش میخوره. میدید الان توش باز میشه، اوکی میکنیم، یعنی داخل باز شد. الان اگه بذارید من ببینم ابزار داینامیک اگه فعال باشه، فعال هست، فقط این که کجا هست این زیر باید باشه، اینی که نمیخوام. بنازیم این بالا، اگه پیداش میکردیم خیلی خوب بود ولی پیداش نکردیم. خب حالا مهم نیست، میخواستم برش بزنم نشونتون بدم که مشخصه. الان یک بار این اکستروده اومد اضافه این پایین دایره این ریوالور رو برید. حالا یه قسمت این 30 تایی من دادم که رفته تو ناکای من، روش که میرم مشخصه تا کجا رفته. حالا یک بار با استفاده از این ریوالور برعکس باید اینو بزنیم. این بار بریم تو نمودار درختی هم من باز کنم و نشونتون بدم. ببینید یک بار اسپلیت زدیم، برش دهنده رو اکسترود معرفی کردیم. حالا باید برعکس انجام بدیم، اسپلیت رو میزنیم، این بار اینو انتخاب میکنیم، برش دهنده رو ریوالو انتخاب میکنیم. الان اضافهش هم من اگه روی این برم میبینید که ادامه نمیزنه برام. خب با استفاده از ابزار فیل این قسمت رو میبندم. کار بعدی که میکنم، میخوایم الان چیکار کنیم؟ میخوایم این قسمت پایینش رو ایجاد کنیم دیگه، میخوایم این قسمت پایینش رو ایجاد کنیم. میایم چیکار میکنیم؟ با استفاده از ابزار پوینت این دایره رو انتخاب میکنم، یه نقطه هر جاش روی این محیط ایجاد میکنم. ابزار هلیکس رو میزنم، پوینت رو انتخاب میکنم در راستای Z به اندازه 15 تا و ریورسش میکنم. ببینیم تو چه وضعیتیه. یه خورده باید ارتفاعش کم شه. خب
روی، چون اندازه حدسی هست، پیچش رو 10 میذارم، ارتفاعش رو 12 میذارم، پیچش هم کم میکنم 8 میذارم، اوکی میکنم. خب خیلی حالا خیلی خوب نشد، خورده فکر میکنم تغییرش بدم بهتر باشه. هلیکس رو انتخاب کنم، الان خوبه 6 12. میام با استفاده از ابزار پلین منحنی رو انتخاب میکنم، نقطه رو انتخاب، یه دونه صفحه برام تو اون نقطه ایجاد میکنه. حالا بریم بخش بعدیش رو انجام بدیم و به اون میرسیم. وارد محیط پارت میشم، تو محیط پارت میام یک بار ابزار تیک سرفیس رو فعال میکنم، این قسمت رو انتخاب میکنم، به اندازه 1 میلیمتر ایجاد میکنم. بادی بعدی رو ایجاد میکنم، با استفاده از ابزار تیک سرفیس این سطح رو انتخاب میکنم و یک بار دیگه دوباره فعالش میکنم. با توجه به اینکه اینو به بالا زدم این قسمت ها رو به تو میزنم، یک بار دیگه هم برای این قسمت یه دونه بادی جدید ایجاد میکنم، مجددا این قسمت و یک بار دیگه هم این قسمت. خب کاری که میکنم از این قسمت میام هاید رو میزنم، all point، دوباره مجددا هاید، آنلاین، کرو، اسکچ، پلین، اکسس، همه رو هاید کردم، فقط مونده هاید رو بزنم و جیومتریکال ست یا سرفیس رو هم کجاست اگه ببینمش انتخاب کنم. الان درست شد. خب حالا باید بیام با استفاده از ابزار فیلت یه بار این قسمت رو انتخاب کنم، میگه رو بادی درستی مورد نظر، یعنی رو بادی صحیح قرار نگرفتی، اندازه 2.5 فعال نیست. ببینید وقتی فعال نیست این ارور میده، این بادی دوم بود. دیفاینش میکنم، میام با استفاده از ابزار فیلت قسمت رو انتخاب میکنم، اندازه 2.5 این رو میذارم برای بعد. این رو دیفاین میکنم، میرم تو قسمتی که تمامی منحنی ها و همه رو هاید کردم، یه کار دیگه هم میتونم بکنم، میرم تو محیط طراحی سطوح، سیرکل رو انتخاب میکنم، نقطه رو انتخاب میکنم، به شعاع 2 میلیمتر ساپورتش رو این صفحه میدم، یه دایره ایجاد میکنم. حالا
میام ابزار وارد پارت دیزاین میشم، ابزار ریب رو انتخاب میکنم، پروفایل رو انتخاب میکنم، میرم توی این قسمت منحنی رو براش تعریف میکنم و بعد اوکی میکنم. این قسمت هم ایجاد شد که حالا من اینجا رو الان شاید کم گرفتم، اندازش حدودیه دیگه، حدسیه، خوب نشده باشه، میتونست بیشترم بشه. اگه بخوایم بیشتر بشه باید بیایم این قسمت و این هلیکسه رو دستکاری کنیم. هلیکسه رو پیچش رو باید کم کنم، ارتفاعش رو یه دونه زیاد کنم، اینجوری بیشتر شد و بهتر به نظر میرسه. حالا با استفاده از اج فیلت این قسمت هم باز که حالا زیاده مقدارش، یه خورده اینجا بد به نظر میرسه، یا اندازه حدسیه، 12 هم بدم، اینو کنم بهتر باشه، حتی و جا داشته باشه، حتی کمترم بشه. الان باید خوب باشه. خب این هم از این لامپ با هم دیگه طراحی کردیم. حالا اگه بخواید میتونید متریال رو هم میتونید بهش بدید و ببینید با دادن متریال به چه شکلی در میاد. من هم توی کیشتم توی کتیا متریال مورد نظر رو دادم، میبینید که چقدر زیبا شده. این هم از این ویدیو. جا داره ازتون عذرخواهی کنم به خاطر تأخیری که توی ضبط ویدیوها پیش اومد. فکر میکنم بدونید توی جزئیات قرار گرفته باشید. میکروفون لپتاپ دچار مشکل شد و بعد هم مشکلاتی که توی سفارش میکروفون برام پیش اومد. ازتون عذرخواهی میکنم. با توجه به محدودیت‌های زمانی که دارم و نمیتونم خیلی ویدیو ضبط کنم و براتون توی کانال قرار بدم، یک تصمیمی گرفتم و از یکی از استادان عزیز کتیا خواهش کردم. ایشون هم مشتاق بودن که بتونیم از ایشون هم براتون ویدیوهایی تو کانال قرار بدیم. استاد نادری راد که خیلی تو بحث درافتینگ و تو بحث مونتاژ و حتی پارت و محیط‌های دیگه خیلی حرفه‌ای هستن و واقعا چیزای نکات زیادی هست که شما میتونید از ایشون یاد بگیرید. از ایشون خواهش کردم، من مشتاقم بودن در آینده حتما از ویدیوهای ایشون هم توی کانال قرار میدیم تا یه خورده سرعت یادگیریه و ارائه مطالب بیشتر باشه. سعی میکنم براتون پک‌های آموزشی هم تو اولین فرصت ممکن ضبط کنم و توی کانال قرار بدیم تا دوستان بتونن استفاده کنن و زودتر به اون لول مورد نظرشون برسن. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده بود حتما لایک کنید، ویدیو رو یادتون نره با دوستاتون به اشتراک بذارید و سابسکرایب کنید. زنگوله پایین رو هم فشار بدید، از ویدیو جدید تو کانال مطلع میشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.